گوگوش میگفت یک دونه سبز میزنم روش یکی آبی میبافم، قرمز سبز و قهوه‌ای رنگ گلابی میبافم. خیلی صدام اصلا کاملا مثل گوگوشه، فقط من دو گوش دارم، اون گوگوشه. خب سلام دوستان عزیز، و امید خدا امروز کامل وقتم رو گذاشتم سر کار، نرفتم. هرچی زنگ زدن گفتم نه، چون یکم مریض بودم. گفتم تو خونه بشینم. از ساعت 8 صبح بلند شدم تا الان بکوب دیگه نقشه اولو زدیم و به امید خدا از فردا دیگه باید بریم تو نقشه دوم. 13 تا رشه است که برسیم کجا؟ برسیم نصفه. این خطی که برامون کشیدن، بعد از اون طرف باید دوختشو بزنیم بیایم پایین، برعکس نقشه ها رو بزنیم بریم بالا. امروز هم که نقشه اول زدیم فرشمون خوشگل در اومد. الان دیگه از فردا به امید خدا میریم تو کار دوم. این یه دستی هم که میبین تا اون سر آخر کار دخترمون زد، دستش در نکنه، خدایی کمک میکنه. آره خیلی تشکر میکنم ازتون که با کامنت هایی که بهمون میدین انرژی میدین به من. این دعای خیلی که برام میکنین و یه دنیا برام ارزش داره، برای خودم، برای بچه‌ام، و ایشالله همش برگرده به زندگی خودتون. ممنونم ازتون. شبتون خوش.